ترش‌تره گیلانی چنان محبوب شده که هر کی به استان گیلان سفر میکنه و هر رستورانی بره حتما سفارشش میده. امروز بریم به روش مادر بزرگم درستش کنیم. سبزی‌های معطر رو تخته چوبی ریز خرد میکرد. همراه آب میذاش که بپزه. تو این فاصله میرفت سراغ سیر. یه عالم سیر رنده میزد، همراه زردچوبه و نمک سرخ میکرد. بعد داخل تاوه سیر 2 تخم مرغ میشکست و هم میزد. سیر و تخم مرغ سرخ شده رو میذاش کنار. به آرد برنج آب قوره اضافه میکرد. خوب هم میزد که گلوله‌ای نداشته باشه. سبزی‌های ترش‌ترمون که پخته بود ترکیب آرد برنج و آب قوره رو بهشون اضافه میکرد. خوب هم میزد و چند دقیقه زمان میداد که آرد برنج بپزه. و بعد ترکیب سیر و تخم مرغ رو اضافه میکرد. اونم با خورش مخلوط میکرد. آخر سر هم نمک و فلفلش رو اندازه میکرد. به همین سرعت ترش‌تره آماده میشد. چند دقیقه زمان میداد و جا میافتاد. ترش‌تره کنارش چی لازم داره؟ مایشور. ترش‌تره که بدون مایشور نمیشد. یه تیکه مایشور رو داخل روغن سرخ میکرد، بعد یه برنج معطر سرجیدن میکرد و مایشور و ترش‌تره دیگه خیلی به به.